دوستان عزیزم، به دلیل سوالای زیادی که راجع به پارچه ژپن پرسیده بودیم، پارچه ژپن رو خدمتتون معرفی میکنم. یه پارچه نسبتا توری هستش که آهار خورده، توی قسمت‌های مختلف لباس بچگانه یا زنانه استفاده میشه برای حجم دادن اون قسمت، چون هم سبکه، همین که میتونه حجم بده، ولی اگه آب بخوره آهارش میخوابه. این ژپن معمولی هستش که استفاده میکنیم، ولی یه سری دیگه پارچه های زونیکس هستن که خیلی استحکام زیادی دارن و هرچی هم شسته بشن آهارشون از بین نمیره. میتونیم جایگزین این از اون استفاده کنیم که اون خیلی لباس رو قیمتش رو میبره بالا، چون پارچه گرونی هستش. سوای از این کار میتونیم از این پارچه برای دوختای جواهردوزی و اینا هم استفاده بکنیم که توی قسمت جواهردوزی همون ما از این استفاده کردیم، میتونید اونجا ببینید کاربردش. برای چین دادن این پارچه ژپن باید به این شکل عمل کنید که حالا یا این بالا یا وسطاش بسته به نوع نیازتون که کجا میخواد وصل بشه، چینای شستی پیوسته و ریز به این صورت. هیچ وقت پارچه ژپن رو ما چین سوزنی نمیدیم چون خراب میشه پارچه. به این صورت میتونید چین شستی بهش بدین، حالا ریزتر از این یا یه مقدار درشتر از این بسته به نیازتون میتونید چینا رو بدید و ازشون توی کاراتون استفاده بکنید.